خب درود هموطنای عزیز، برادرها، دوستا. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند، خانه و بود هم باشین. دوستای عزیز، کمی بگیم بیکورتر بدیم. خواستیم یک نوار کنیم، از بس که امروز کمی بحثام در بالای مهاجرت بود. مهاجرت یک انسان قطعی سری مسئله هم صحبت کرده در باره مهاجرت و عموما چون هر وقته، چون همه وقته مردم ما یعنی دعوا میکنن که دنیا مهاجر داره، پس ما هم دیگر از اون پرینسیپ دنیا خفا موندگی نیستیم. بگیم مهاجرت هم ایجاد داره، امریکا هم مهاجرت داره، ترکیه هم مهاجرت داره. چرا اینا شما عیناً تنقید مهاجرت تاجیک هم میکنین؟ گفتگی سوال ها بود. واقعا هم یکم صحبت در نوار میموندم خوبتر میشید فکر کنم و تا او درجه می رفتنی صحبتی گرمی ما من خدمت بگیم خیلی انتظار نبودم، اما بسیار صحبت ها بگیم صحبت ها گرم هم شد و در آخر بگیم که واقعا قایل هم شد که راست میگویی. گفت البته مهاجرت تمام دنیا مهاجرت داره، امریکا هم مهاجرت داره و اروپا هم مهاجرت داره و خصوصا خیلی یک مهاجرت بزرگ در دنیا یعنی مهاجرت ترکیه هست. خیلی مهاجری زیاد داره ترکیه و تمام توانایی که امروز ما میبینیم، پیشرفت ترکیه که ما میبینیم داره، یعنی از همه مهاجر زیاد شاید در دنیا ترکیه داشته باشه و همه دنیا مهاجرت داره. از اون جمله این اوکراین هم خیلی یک مهاجر زیاد هم داره. و چرا ما تنقید میکنیم مهاجرت تاجیک؟ چرا ما تنقید میکنیم؟ اینن همین مسئله ده میخواهیم بیشتر و کوشش کنیم که صحبت کنیم سر همین مسئله. البته که مهاجر از مهاجرت بگیم که یعنی که یک مهاجر یک کشور از یک کشور خیلی فرق بزرگ داره. میلیون ها مهاجر از ترکیه کار میروند در دیگر کشورها، یعنی دولت های اروپایی، تمام دولت اروپایی ده شاید بگیم که مهاجرت ترکیه باشه. از اون جمله در روسیه هم بود، بگیم خیلی زیاد هم بود در روسیه. اما اونها چه خیلی مهاجرت میروند و ما چه خیلی مهاجرت میریم، یعنی در اینجا دو تا فرقیت همین مهاجرت دیگر انسان ها و فرقیت مهاجرت تاجیکستان میخوایم یک روشنی بدازیم برای مردم تا که مردم عزیز ما این چیزا درک کنن. فرض کردیم مردم ترکیه میروند مهاجرت، مثال میان اروپا، با کدام طریق میان اروپا؟ با اون طریقی که فیرمای ترکی، زیاد فیرما ها دارن، فیرمای ترکی و در آزمون های تندری و دیگر کارخانه دیگر چیزا دا شرکت میکنن و او تندر میبرن میگیرن و قوای کارشون از ترکیه، یعنی از مردم خودش تا که پول بیرن نبرن، پول با دیگران نتنه، یک بیزنسمن خودش بایی باشه تمام. البته که او فیرما بگیم که 80% کارگر خودشه از خود ترکیه میگیره میاره
او مهاجر اومده قطعی بگیم یگان انسان قطعی دگوار نمیکنه کاره او دگوارش در ترکیه میشوه جای خواب اوقات داکومنت بیلیت همه اینا همش حل میکنه فیرما و او میوین منظره ده که من راستی 4 ساعت خوب که اگه من دینه ایسه میوین در اینجا کار میکنن و با ابراد سوق سلامت میبره در وطنشون پولشون اویلیکوشون در کارت‌های ترکیشون اویلیکوشون میگذره مثال میگیریم اودیترین چیزی که در همین اروپا یعنی اوبورکای خونه گفتنی چیز است یعنی میوین خونه تا اوبورکا میکنن و در این بسیار انسان ها کار میکنن خصوصا بگیم از اوکراین بسیار انسان ها در همین ساختار همین سیستم دا کار میکنن خیلی که ما روسیه دا میریم که خزان رابطه میگیم که بعد میریم خونهش دا کار میکنیم یعنی همین خیلی کارهای خونه است حولی اگر رود درونی خونه بیرونی خونه شکاتوری خونه ابای علیش کردن خونه و غیره چیزو است یعنی اینا با کدام طریق میان کار میکنن شرکت های اوکراینی هست بگیم همون فیرماهای بگیم همون لازمی اوکراینسو در او فیرماها میان داکومنت میکنن چرا همون فیرمای خودشون در اینجا استقامت میکنن و فیرماها کار میگیرن با اونو کار میتن گارانتی پولی و 100% است این چرا فیرماش کار میکنن البته که در 30 سال حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی یک همین ساختار سالم در همین راه مانده نتونست در راه مانده نتونست سبب چی است سببش نامعلوم سببش معلوم است نامعلوم نیست سبب معلوم است که انسان ها که توپای هستند انسان هایی که نمیفهمند زندگی چی است عاقبت چی است مردم چقدر کار کردن در کار مردم چقدر کنترل کردن در کار چی باید کرد مردم در چقدر نزنه عذاب نکشه خلاص یعنی کنو که توپای هستن ایرا نمیفهمند همین تاجیکستان میدونه که سالانه خصوصا در زمستان میلیارد کوادرات مترها باید رفته شود میلیارد کوادرات متر رفته شود توزیع کرده شود راه کریشه بالای بگیم ترگاه سنترو دیگر جاها برف باید توزیع کرده شود اما ما چی میکنیم میگیم خزای رابطه است میریم 15 نفر یک از برگادیر میشود کورا میزنیم پول نداد متر نداد توکلش به خدا خلاص ما مهاجری توکل به خداییم اگر تاجیکستان شرکت میکشد در خود روسیه دستگیری میکرد عزت امون کرامت شریفov یا دیگر انسان یک انسان یک تاجیک دستگیری میکرد خود تاجیکستان دولت در روسیه در گوناگون رایون ها شهرها شرکتی تازه نمودن اینمی برف ها همین خیلی شرکت ها آماده میکردن از تراکتورش سرکردگی تکنیک همه ای چیزا میخریدن آماده میکردن تیاری میدیدن زمستان در بانامو شهرها بانامو بگیم که ولایت ها دگوار میکردن که مثال تازه کردن برف 24 ساعت نمیره نگاه کردن تازه کردن نمی زمستان سیزونش چند سم پول میشه چند میلیارد میشه امضا میکردن و پول میگرفت با شرکت میگذرون شرکت از تاجیکستان برای خصوصا نام برفا را تازه میکردگی کماندو تشکیل میکردن میآموختن میآوردن جای خوابش داکومنتاش میکردن او کار میکرد 3 ماه 4 ماه زمستان برفا را تازه میکرد کارش میکرد و بلیط چرایی میگرفتن مثلا 5 6 ماه میشه اونجا 5 ماه 6 ماه 5 ماه برفا را تازه میکرد روی میکرد عادی ترین چیز فقط ایرا با طریق شرکت میکردن نه اینکه توکل به خدا هر یک تاجیک در دستش لپوتکا بگیره برای توکل به خدا گفت هم خزر رابطه است دوای پاچیستی سنیک گفته کوچه دا گشته آدمو есть почистить снег хозяин почистить перед твой подъезд گفته میگردن مثال میگیریم عادی ترین چیز اگر در همین حالت تاجیکستان همین مسئله ها را دیده در روسیه ما قوای کاری ما چه قوای کاری داریم مثال میگیریم строительная работа обделка внутренняя обделка میگن شرکت ها میکشودن شرکت ها بین شرکت ها دگوار بسته پول گذرانده در شرکت تاجیک رفته در شرکتی خودش کار میکرد نه دستی او روسده
می اومد نمی یک شرکت است، شرکت توجیکی بیشول عبدالکای درونی خونه است، کار میکنه، داکومنتوش هم میکنه، جای خوب پوشد، میشول گریم ای توجیکستان کانترکت چه میکنه، 6 ماه 8 ماه می 8 ماه کار میکنه، بعد 8 ماه بار میگرده میره و به وطن. یعنی که تو دا ابرادنا بیلیتی او تیار میشه همه ای کارش کرد. اگر ما این تاریخ کار میکردیم ما مهاجرت اینقدر تنقید نمیکردیم. برای چی؟ برای که مردک شرکت قد شرطنامه میکنه میره کارش هم میکنه، اما ما چی کار میکنیم؟ سومکا کورپاچه ادیول همه تکسری پکسری مونه میگیریم میریم در درونی واگن خو میریم در درونی لوبای جا خو میکنیم لیش بی ما پول کار کنیم یعنی مهاجرتی ما مهاجرتی بی صاحبی است، بی صاحبی نداشتنی صاحب مردم تاجیکستان. یعنی از ما چیکار کردن؟ از ما فقط یوریستا حقوقی را دفاع میکنن. خلاص ما هم خیلی یک متدی نو آماده کردگی هستیم. یوریستا حقوق اینا را دفاع میکنن. روزی درست پاپکا در دستشون اینا الحمدلله ما یک سودا بریدیم، اینا ما سودا بریدیم. یعنی هر که با همون خود با اختیار خود است، صاحب ندارن. صاحب یعنی توکل به خدا آمدگی است. یک تاجیک کشته میشود، دو تاجیک کشته میشود، تاجیکو کشته میشوند، هیچ کس صاحب نداره. برای چی؟ برای که مهاجر از وطن به یگان دگوار برآمدگی است. هیچ که اتویتستونی نیست، یعنی جوابگو از حکومت جمهوری تاجیکستان سرکردگی دیگر تا همه چیزی هست، یعنی خودش گناهگار است. او یگان کاغذ، یگان گارانتی، یگان استراخوفکا در حیات نداره. او گناهگار خودش است. میفهمی نمیره؟ لوبای جا میره میمرز نچید گناهگار است. با یک کس دیگه شستریا که دیگه میبرویه سالار همه بنده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما از خدایم به سوی خدا برمیگردیم. برادرای عزیز، همینجا یک برادر تاجیک مرده است، اگر همین مردهش وطن روی کردن در کار است، همون دا یک سرجم کنین که صدقه کنین، خیر کنین. این روز در سری همه ما هست. میگه چرا این روز در سری همه ما بیاید؟ چرا؟ سبب چی است؟ خب دیدین در روسیه که یک ترک کشتن، ترکا برآمدن پول جمع کردن برای مردهشون روی کردن. دیدین همین چیزا؟ نه. ما همین سه دولت آسیایی که همون طرف هست، بی صاحب ترین دولت ها، بی صاحب ما اینمی احوال دا ماییم. یا دیدین که در اینترنت برای مرده بردن بیغرض از تاجیک و قرغز و ازبک با کسی پول جمع کرده باشه. دیدین هم خیلی یگان تا دیدگی نیستین. یکی این چیز در ما در مردمی بگیم تاجیک قرغز ازبک این چیز بسیار یک پاپولیار مشهور است. این چیز میفهمی نمیره؟ مشهورترین چیز است پول جمع کردن. برای چی؟ برای که از این چیزا اونا وگت میگیرن. وگت یعنی میمونن کارت را پول جمع میکنن، روی کاغیش هم میکنن، کاغیش هم میزنن در کیسه بابیگیشون. میگن خیر که برادر همین قشید خدا را شکر بگین، در حق ما دعا کنین، در گذشتگان ما دعا کنین. تمام دیگر ما دعا که میگردیم در حق او. برای همه مهاجر تاجیکستانی بگیم که ما بیشتر تنقید میکنیم به صاحب بدنشون. امروز خودی ازبکستان هم واقعا هم ازبکستان یعنی از ترکیه این چیزها را بسیار آموختن و امروز دوران ازبکستان، مهاجرای ازبکستان هم مثل طرفای اروپا با همون شرکت های ازبکی اومده ایستادن. یعنی با دعوتنامه های کاری شرکت های ازبکی امروز دوران ازبکستان در اینجا شرکت ها میکشاین. خود حکومت ازبکستان دستگیری میکنه،
то ки ӯ лаёқатманда ширкат бикушоя, то ки ӯ мардума ба ҷои кор таъмин куна. бигем яъне имрӯз ино доран хеле бигем ки пешравӣ мекунанд ва мо ҳам садо мекунем ҷумҳурии тоҷикистона ки бояд тоҷикистон чӣ кор кунад. тоҷикистон бояд лаёқатмандҳоро дар гуногун кишварҳо дастгирӣ куна, бигем ширкат кушоянд. хоб гуногун ширкатҳо мисоли ҳаминҷа барфа тоза кардан дар кор аст. як ширкати барфтозакунӣ омода мекунӣ, хоб контракт мекунӣ ба ҳукумат, мегири пула одамота миёрӣ, барфша тоза мекунӣ, меброӣ мераи паи зиндагӣ. мисол мегирем инаме краска кардан дар кор аст, мисол асфалт кардан дар кор аст, тротуар кардан дар кор аст. хулас инаме чизҳое ки бигем бибинед ҳамин чизҳоро ширкатҳои дохилии ҳамун Россия мисол гирем тротуар мекардагӣ, асфалт мекардагӣ чизҳоро бо тариқи тендер мегиранд ширкатҳо. баъд арзонтарин қувваи кор, бесоҳибтарин қувваи кор тоҷик аст, аз кӯча ҷамъ карда миёранд. як дута тракторист мегиранд, дигара боқӣ мондааша ҳамаша тоҷика миёранд. ҳам лапотка қати кор мекардагӣ, кетман қати кор мекардагӣ, бел қати кор мекардагӣ, ручной работара ҳамаро тоҷика мегиранд, миёранд ҳамунҷа метанишад 60-70 ҳазорӣ мурдани корш мефармонанд. корҳои техникиша ба худи ҳамун фирма худаш дора якчанд корҳои одамои техникӣ метиҳад. ӯ чизе нест ки ӯ шуморо як хазяин васия биёява, ӯ хазяин просто так ба шуморо пул битани. ӯ албатта ай тендер ай давлат мегира, ӯ пула миллиона мегира, барои аз кӯча ки ҷамъ мекуна миёра, арзонтар мета, боқӣ мондаша дар кисаш мезана. яъне мо чандвайнои ҳам бесоҳибем, ҳам чандвайнои даромад меёрем ба бигем ширкатҳое ки мо шуморо аз кӯча чинда оварда лапотка қати кор мефармонанд. мефаҳмед намера? ва то имрӯз тоҷикистон яъне ҳамин чиз ақлиш намегира, ҳамин корро омода намекуна дар бораи айни ҳамин дар ҳар кишвар Россия аст, дигар ҷо аст, талабот дар чи аст, дар ҳамун сохтор, дар ҳамун соҳа ширкатҳо кушода бигем ки чӣ кор куна, кор куна. барои чӣ? барои он ки мо талаб надорем. мо бесоҳибтарин муҳоҷири рӯи дунё моем. яъне ҳар ка бояд хидм шав. хидму сарму сояму гуфти ҳамун гапо ки нами зиндагим. ака додар байни якдигариш бояд мегӯяд ти ин моҳ чанқа задӣ, ку моҳи дигар чанқа задӣ мега. вардошти қушае як ҷо рафтам қуш вардоштам меги, ганда қуши вазмин вардоштам мега. фаҳмиде? яъне барои ин чизҳо мо муҳоҷирати тоҷикистонро танқид мекунем ки тоҷикистон муҳоҷирош бесоҳиб аст. бибинед як руфтани хонаҳоро уборка хона уборка кардан ширкат аст, ширкати украинӣ. мисол бисёр занҳо кор мекунанд дар уҷа, кор мекунанд, официально кор мекунанд, налог меспоранд, дар дастошон документ доранд ки бисёр коргари ҳамун ширкат ҳастанд. озод ӯ чӣ кор мекунанд? ман хонама мисол гирем, ман чанд бор уборка кунондагӣ ҳастам, занг мезанам ширката фалон адресда фалон соат метавонен одам роҳӣ карда уборка да. мега тамом закаса мегира, квадрати метри хоната мега чанд квадрат аст, ӯ квадрат қати кор мекунанд, да фарқ надорад. хоб чанд метр аст хонат квадраташ? ҳам як хонагӣ 38 квадрати метр аст. тамом ана $50 мешава, $70 мешава уборкаш. чӣ хел уборка мекунӣ? полный капитал ё ки
سلیخکا مثال گیریم واریانتوش هست میگه از 50 تا 70 80 دلار تا 100 دلار رو برکه میشوه میگه خیلی هم خیلی کردن در کار میویا لباس ها را برای شوشتن و غیره کارها مثال لباس شوشتن در کار ایره فیرما نرخ میمونه آدم شروعی میکنه SMS خطی روی میکنه آدمش ده فلان آدرس فلان کوارتیره نه فلان ساعت ده آدم خالیش در روی میکنه میویا میاد برکه میکنه میروه اما زنهای ما تاجیکای ما مثال گیریم مادرای ما در روسیه ساتیل لاتش در دستش میگرددن با خونه چیا مردم که خزای رابطه است گفته خزای رابطه است ما رفتیم دستی فلانی در کار کردیم دستی دیگری در کار کردیم این ما برای چی بگیم که حکومت جمهوری تاجیکستان یا بگیم که سیستم مهاجرت جمهوری تاجیکستان ما برای چی تأخیر میکنیم ما برای چی تنقید میکنیم چی با در 30 سال دنیای قدر روش کرده است ما باشه حالی هم گفتی همو گپا با همو رقص کردن سرگردانیم خطی امام علی رحمان که امام علی رحمان بیا بچه به جنبانه من توی اثر که به جنبانه رقص باشه سرود باشه این هم خیلی بیشو چورابینی های کلام باشه برای چی ما دویمو در این احوال گرفتاره برای چی ما برای نه ما تنقید میکنیم امام علی رحمان که امام علی رحمان یعنی ما چرا رشد نمیکنیم چرا ما با قطار زمانه قدم مونده نمیتونیم چی با یک جوان یک کار بکشاید در یک جا تو میبری را ترمه میکنی چی با تو دنیا را همه را در راز دو دستی ایالا بگیم مردم برای امام علی رحمان فقط نامو رقصه در کار است برای امام علی رحمان لخ در کار است بی عقل در کار است بی سواد در کار است هیچی را نفهمه هیچی را ندونه فقط بگین همین رشقه را ببینه که کوچه‌های دوشنبه در رشقه شنوندگی است آبادی را ببین بگده آبادی را ببین مینتالیته یا بگه طبیعت مردم ها مثل طبیعت یک بز گوسفند کدگی است ده کبوتی را ببینن خرسان میشوند و ما که انسانیم و نمیدونم یک ده تای دیگه گفت که همون گفت اون همون ده اخمق دیگر را برو واردین و بعدی خیچون حکومت امام علی رحمان دفاع میکنن طرفداری از حکومت امام علی رحمان میکنن که خدا را شکر بگه اینجا سوزای داریم با خدا قسم اینه را نداره من گارانتیتون میتونم هیچی نداره هیچی زندگیتون ای زندگی گوسفند دیده کو پسته گوسفند صاحب داره شما صاحب نداره بران صاحب داره شما صاحب نداره ریال نما میگم این چیزا ما میلیون دعوا داریم که ای انسان مردم دستگیری که ای انسان شرکت ها بکشاید ای انسان مردم باید برای با همون شرکت کار کنه امام علی رحمان شرکتی فقط مهاجرت تا کدام دولت چه خیلی بردن میکشاید رکلامه ها در پایتخت موندگی ما شما را پول میتین تو فلان جا را میگیره میبره یک اومدن تو اروپا را 5000 دلار برای اروپا اومدن 5000 دلار تو در شرکت میسپوری و شرکت ها هم شرکت های مشینیکی پشینیکی کدام هم شرکت های اوکراینی قطعی شناسیدگی همون آدم میورم پول کار میکنه برم پول کار کرده استن در اونجا اشتراکی خلاص نیست یعنی میگم که خیلی من دینا گفتم که خوجگی چارواداری فلانی میگن نیمی دنیا را کو زب کده گرفتگی است غصب کرده نیمی دنیا را هم تاجیکستان کوره نیکی در ویساتش یک گوسفند نداره او هیچ که او را کنترل نمیکنه هیچ که او را نگاه نمیکنه هیچ که او را تفتیش نمیکنه اینجا بیاد تو خوجگی چارواداری تو در برای چارواد اچاد بتی تو نخری نای زمین ها را گرفته تو در خود دردشنبه زندگی داری یا چارواد در
اوغلت نداری تو خوجگی چرواداری که شدگی کی تو خوجگی چرواداری بیزنس از مردم پول گرفتن مردم ها مجبور کردن که مردم تا که گوسفند چراندنی بره با او را پول بده یا مردم اونجا را علف شبی گیره برای گرفتن علف با او پول بده علف ها را یا که بدروان بفروشن مردم ده پول کار کنن سالانه بیزنس کنن خلاص دیگه چیزی دیگه نداره این خیلی چرواداری است وقتی که یک شرکت یک چیز آماده می شود او که زیر کنترل حکومت نباشه عاقبتش نمی شود دیگه چی می شود چی انتظار شما از او خیلی شرکت از خیلی چیزا چی انتظار دیگه خوجگی دهقانی میگه باور کنید گرفتگی است هیچی نمیکنن در زمین ها نمیکنن هیچی خوجگی دهقانی گرفتگی است در دیگر زمین ها را ارنده میته ای ارنده پول کار میکنه او دهقان دیگر او ارنده گرفتگی آدمو میسوزه او دیگر نمیدونم میبره او حاصلش چی میشوه نمیشوه او را میسوزونن خواهی نخواهی او را قرضدار میکنن آوا میبرنش آوش نمیتن خلاص بگیم گوناگون قلقا میکنن که تا که او چی شوه قرضدار شوه او مردک و خوجگی دهقانیش قرضدار شوه مثال گیریم ما تاجیکستانی ها خودمون تجاوز کرده ایستاده ما یک 12 دونه به صاحب قطعی نامو 12 دونه به سواد قطعی نامو 12 دونه بگیم که گوسفند قطعی ما خودمون آورده در همین روز تقیده مونده استیم دیگر ما را یگان انسانی کار کردگی نیست هر کاری ما کرده ما تاجیکستانی ها خودمون کردیم هر کاری ما کردیم ما خودمون کردیم ما را کسی دیگر یگان کار کردگی نیست ما را نه امریکانس اومده یک کار کردگی است نه افریکانس اومده یک کار کردگی است نه اروپایی اومده یک کار کردگی است هر کاری که ما کردیم ما خودی تاجیکا خودمون کردیم و تمام بعد زندگیمون از ترکا گله میکنیم که ما خویا و زندگی داریم ترکا ما را کار کرده استن فلانی هاش ما را کار کرده استن دیگری هاش ما را کار کرده استن خب تقدر بخیز انقلاب که بخی تقدیر تعلیش که ما بگیم که ترک زبانم خلقم ما خلقم یکی ما اینقدر جانکنی دارم اینقدر کمبودی را در این وطن شده ایستادگی را من گپ زده ایستادم ولی یک گپی زور در یک جا خونده موندم همین را که من کمتر برای وطن میگم او برای دختر نوشتگی است این گپه برای دخترش گفته است اما ما ایرا برای وطن میگم که ما وطن با چشممون دوست نداشتیم ما وطن با چشم دوست نداشتیم برای که روز میشوه چشم خیره میشوه ما وطن با دلمون دوست نداشتیم برای که روز میشوه که دلای تپش میمونه ما وطن با روحمون دوست داشتیم برای آنکه ما نبودیم روحی ما بود بعد از رفتن ما روحی ما ابدی است ما باید نه خیلی وطن دوست بداریم نه با دل نه با چشم نه با عقل ما بلکه آن چیزی را دوست می‌داریم واقعی باید با روحمون دوست بداریم که ما هستیم و نیستیم روح ما ابدی است و امروز شخصا منم وطن ما نه با دلم نه با چشمم دوست می‌دارم ما با روحم دوست می‌دارم این وطن ما با روحم میخوام که رشدی وطن داشته باشم نه که نه خیلی کمبغل گدا و در پیش کسا و جاربا و مادرای تاجیک عذاب بود پوشیدنی لباس ندارن خوردنی نان ندارن بگیم اینه عذاب خطی زندگی کنن ما میخواهیم مردم ما یعنی آن چیزی که ما میخواهیم نه با دلمون میخواهیم نه با
چشممون میخواهیم، ما این چیزا را از روح میخواهیم و امروز هم میخواهیم بعد از مردن ما هم کو روح ما این چیز، یعنی که این چیزا میخواه ابدی میمونه، این چیزا این خواهش های ما ابدی میمونه، برای که این چیزا را ما روحمون خاطر میخواهیم، نه اینکه چشم دیلمون خاطر. برای هموطنای عزیزم، ما اون چیزی را که میگیم و اون چیزی را که گپ میزنیم کمبودیشا واقعا و کمبودی هست. ما نه برای شاید نه تنقیدی بگیم تاجیکستانی گپ زنیم، ما حکومت برای آن تنقید میکنیم که تا که حکومت این چیزا را اصلاح کنه. ما این حکومت اینا استعفا هم نمیگیم، لیکن ما میگیم که اصلاح که آماده که بکشو بسوز، فیرما ها بکشو، تاجیکا را دستگیری که از بانک ها پولو را نبر نتپین در قوری و چتون، پولو را ببرورین در مردم، در انسان هایی که لیاقت دارن، در اروپا هستن، در امریکا هستن، در روسیه هستن، در هر جا هستن، بگذارین پول کار کنه، پولا نمیشه و بری در همون لحتی و چتون بمونین تا مردن تو رنگ موشوری در برای پول خواه کنین. موش هم خیلی هم کیلو پیلو را بره میبره جمع میکنه در برای هم بایگری خواه میکنه. شما که اوتاتون موش نیست، یا که اگر اوتاتون موش باشه اگر نمیدونه میرن یکی من فکر نکنم که اوتای شما موش های، شما که فرزندی آدم این، از این چیز باید عبرت بگیرین، باید پولا بگردونین. پولا مردم رشد میته، مردم برات میته. امروز ما میبینیم واقعا هم بگیم که ما از روی رشک نه، ما از روی حسدخری نه، ما حسدی نه، خیلی دوستانه میخریم که ببینین مردم ازبکستان در اروپا اومدن، شرکت ها شده استودن، شرکت های تاکسی شده استودن، اوبر، بولت، دیگر شرکت ها گفت هم گفت 100 تا و 200 تا و 500 تا ماشینا را خریده استودن. خیال میکنید یک آدم کرده استوده است، البته دولت پول داده است اودا تو که رشد کنن او تو که درآمد کنه. دولت نه تنها در وطن جای کاری آماده میکنه، وطن در کل دنیا باید برای تاجیکستانی را جای کاری آماده کنه. بقیه نه بچه تاجیک جای خوبی و سازی خیلی همی کارد زورای میتونی گردون کده او پروگرام هم میکنیم، چند آدم در کار میشه همی کار رشد کردنده، فلان آدم چند قدر پول در کار میشه، فلان پول بتنه دولت پولا بکشه شرکت بگیره، ماشینا را بگیره، رنگینه دیگر دولت ها وری 500 تا و 1000 تا ماشین بگیرن شرکت ها. نه بگیم که چی کار کنن در اینجا مردمی تاجیک هم بیاید در شرکت های خودشان کار کنن، نه اینکه بروان در دست دیگر کسا کار کنن. و تاجیک از شرکتی خودتون داکومنت کنین بگیرین بیارین یک دولت، نه اینکه نرو تاجیک در یک افریست یا ماشینیک ده 5-6 هزار دلار بده برای اروپا اومدن. امروز اروپا دم آوردن، در انگلیا میبینیم نوارو را در درونی لای چل تقیدگی تاجیک فقط باید لای چل ده کار کنه، نمیتونین برای تاجیک کار آماده کرده در همه اروپا نمیتونه. خب بیاین شرکت ساختمانی بکشاید ای تاجیکا را ببرین تندرو دا اوچاسترت کنین، تاجیکا را ای تاجیکستان بیارین در شرکت خودشون ساختمانی کار کنن. این همین برفا را توضیح میکردگی ها شرکت ها هستن توضیح میکنه، این را دولت فقط بودجه پول جدا میکنه با شرکت ها، یعنی دولت قطعی دیگه سر کار نداره. کوادرات کیلومتر است ای کجا تا کجا را چند قدر را بگیم کدام شرکت میگیره، چند سم پول ده امیر توزیمیستان تا بهار توزیع میکنه، یعنی که میبروره. ریمونت هم خیلی است، دولت پول میته شرکت ها ماشه میکنه، همه ایران هم شرکت ها میکنه. اما ما یک گروه گوسفند که در تاجیکستان رهبر داره این می احوال ده میزنه، بعد
میگن که شما فقط تاجیکا را تنقید میکنید. ببینید اینمی چیزی که اینمی اوزیما شما نشون میتونم نمی درختو را دیده نه یالی التکو زدگی هم این خشروی را دیده زیباگی را اینا اینمی کوچه که ما اومدم همین کوچه همش هم خیلی اینم تمامی کوچه درختون هم خیلی یالی التکو زدگی اینا همیرم یک شرکت میکنه اینا خلق نمیکنه اینا همیرم یک شرکت میکنه برای نمی آموده گرفتن در زمستون نمی کاره یک شرکت میکنه دولت بودجه دا پول جدا میکنه و حساب میکنن چی میزنن چی نمیزنن همش می نویسن میارن هم خیلی درختو دا بگیم که میچسبونن میرون هم خیلی کار میکنن فهمیده نه که ما برای چی تاجیکستان تنقید میکنیم تاجیکستان بگیم کمبودیش میگیم و کارهای تاجیکستان ما کمبودی مینامیم سبب اصلیش اینمی است که چرا ما تاجیکستان به صاحب میگیم چرا ما تاجیکستان بگیم که ناتوان میگیم چرا ما میگیم که مردم ما غلام کس شدگی هستند دستی کس ده نه اینکه خودشون کار میکنن میرون در دیگر جا در دست دیگر انسان ها کار میکنن ما میتونیم در تمام دنیا امروز خیتای ببینید در تاجیکستان اومدن شرکت خیتای راه میسازه خب خیتای ورده است در تاجیکستان جای کار داده ایستاده است اونا 4 تا کنمراد میبروین میگن تاجیکستان ببینید خیتایی در تاجیکستان اومده کار کرده او خیتای فوزود موندگی کو به توف زدگی تای ترابیه که در دست تای دستی کار کنه او خیتایی در شرکت خودش اومده است در تاجیکستان کار کرده ایستاده است او شرکتش در کار کرده است تو نه او را شرکتش در لبای دنیا کار میکنه یا میروان در شرکتاشون کار میکنن دیدن یگان خیتایی در تاجیکستان بلا پودکا بیل در دستش گشت باشه بگه که خزای ربا تایس بگه بیا اگرات پیبول کنه ما دا پول بده بیا کار کنه ما دا پول بده ایت پول گرفت خیتایی نه تای خیتایی پول گرفت استی کار کرده نه که خیتایی ایت پول نمیگیره سببش که شرکت میآیند شرکت ها بگیم کار میکنن انا و شرکت کار میکنه که پالوجنا پولش میگیره میره فهمیده شرکت با دولت تندر میکنه شرطنامه میکنه میبره میگیره و دولت پولش میته از بودجه دولت پول جدا میشوه او میگیرن کارشون بود میکنن تلفن من چیتا خیلی روشن‌تر کنم کار میکنن مگیم که میرون تا هیچ وقتی تصورات خطی زندگی نکرد که خیتایی اومده در تاجیکستان کار کرده است خیتایی زدگی تای خیتایی با شرکت خودش اومده است شرکتش میلیارد پولا با امام علی رحمان که قرض در بالای کاغذ نوشتگی است کار کرده استن رفته استن تاجیکستان قرضدار شده است او پول در تای دست تاجیکستان رسیدگی نیست میفهمی نمیره پروسا تاجیکستان نوازدخ قرضدار شده ایستاده است ای وازدخ تاجیکستان که پول نداده است را قرض نکرده است تاجیکستان را او قرض اومده پول خودش قرض داده با پول خودش گرفته رفته ایستاده است او پول تاجیکستان در دستش رسیدگی نیست دیدگی نیست میفهمی نمیره میخیزن لاف میزنه خیتایی در تاجیکستان کار میکنن تو هم نمیفهمی سیستم کاری چی از خودش پرابلم در مغزی سری تو است که تو نمیفهمی که چی خیل کار میکنن اویا خیتایی بلیت خریده اومده در درون واگن خواه است سهر قتیل پودکا در دستش در بداری دچو گشته ایستاده است خزای اسرا بوتا گفته یکی طرفته در دست خیتایی کار کرده است در شرکتش و عیناً ما هم میخواهیم که تاجیکستان هم انم خیلی باشه که در گوناگون کشورها شرکت های تاجیکی باشه و تاجیک ها بروند در شرکت های خودشون کار کنن لوبای کارم باشه در شرکت تاجیکی کار کنن نه اینکه بروند در دست اروس خزر رباط ایس بگه کار کنن
فهمیده؟ проблема ра фаҳмидена ки проблемаи муҳоҷиратӣ барои чӣ танқид мешавад дар тоҷикистон? муҳоҷирати бесоҳиб, ғулом мегем. ғулом. миллион инами ҷози метро канда истодааст? метро. ширкати туркӣ аст. ширкати туркӣ кор карда истодааст. ай Туркия аст. ولی ما همون خطی بگذارم اگر صورت همه گیرم یا افیر میکنم اونجا نشانتون میتونم. شرکتی ترکی مترو کنده استوداست یا که راه کرده استوداست یا یک کار دیگه کرده استوداست. او پولش همه گیرم اکرام میرم. اما تاجیکستان در 30 سال این 5-6 تا گوسالایی که در بالای سر ما رهبر میگن اویلا بازی میکنن، تقا بازی و اما بازی، یارو عقلشو نمیگیره این کارا کردنده. یارو عقلشو نمیگیره. پیشنهاد ما هم عیناً همی است. تنقید ما هم سر همی میروه. سر همی مسئله میروه تنقید ما. میگم که امروز در همی سر مسئله یک آدم قد کمتر صحبت کرده فهموندمش. بعد در آخر گفت که راست میگوی. واقعا چی با ما هم خیل نیستیم؟ چی با ما هم خیل نیستیم؟ چی با ما در جامعه رشد کرده نمیتونیم؟ چرا ما میریم در دست تای دست دیگر انسانو کار میکنیم؟ چی با ما نمیتونیم شرکت ها بکشاییم در گوناگون جای ها؟ میفهمی نمیره. همین روسیه فبگم در زندگی چی را بد میندگیم چیز است. همین آدما میدروین نمیجا اینمی آدمی که هستی یا یک کامنت بنویسین. یک کامنت بنویسین. من آدمی را شوم میدگی آدما توی خبر کرده میگرده کو در هر جا. اینا برادر روزی میریم نصیب کردن رفتیم. من وقتی یک انسان یک چی داره کدامی در کار است میوید که جایی ده کی را گوش میکنه کجا میروه چی کار میکنه. همه حیدگی رکو میگن کو میگردن هر جدایی نیجا بدروینی نیجا بدروینی نیجا بیوینی نوجا بریم نیجا بریم و نوجا بیویم. همین چیزا برای خودشون عیب میدوننده. همین چیزا خودشون یک چیزی مردکی میدوننده. مردک مردم یعنی این کارا نمیکنه. دستوینی مردک چه احترام میکنه اگه مردک این کارا نمیکنه. یک آدم برنامه کردیسته گپ زدیسته آدمو را گوش کردیستن تمام. ولی حیدگیر نباشین. کومیده در کار است مرحمت برین نه برنامه کردیسته دست کدومی در اونجا نه حیدگیرش در همین جای برین نه برنامه شو گوش کنین بشینین. یگان مشکلی نداره. نه بای من نه کم بغل میشم نه بای میشم. پروسته من آخه حیدگی را شوم میبینم. میفهمی نمیره؟ من حیدگی را شوم میبینم. و من دارم بین برنامه کونیلیچ میکنه که با سرد ویران میشود. هم تری میبینیش. فهمیدی؟ دوستای عزیزم سلامت باشین کروچی. برین برنامه همون حیدگی رفتیسته بود که فلان جدا برنامه زور رفتیسته. همجا برین برنامه را گوش کنین. فهمیدین که خلاص برای چی ما مهاجرت تاجیکستان تنقید میکنیم و برای چی ما طرفدار امروزا مهاجرت تاجیکستان نیستیم. یعنی سببش را گفتم و ما مهاجری بی‌صاحبیم. سبب همین است که ما مثال گیریم زیدیتی میکنیم. راستی ما نه بگیم نه دیم سود که میشه 4-4.5 ساعت خواب کردیم. قبیشو خواب کردیم نیستم خواب دارم. انا بدرم یک دسه رکعت خواب کنم با سحر بر وقت ساعتی 8 خستن در کارک. خدا نگهبان تو باشه سلامت سربلند خانواد باشه.
خدا کنه که بگیم یا همین حکومت یا که حکومت تغییر شود و از این بابت دیگر تاجیکو را اجازت ندیم که خیلی بروند خونه مردم در لاپوتکا قطعی خزانه رابطه ایس بگرده، یعنی این خیلی سفر نکنن. سفر روسیه از شرکت ها قطع سفر میکنن، امریکا رفتن یعنی شرکت ها در تمام اینجا بگیم که باید شرکت های تاجیکی باشه در گوناگون ساحه ها و بگیم که تاجیکا بروند در شرکت های خودشون کار کنن بگردن بیا. جوابگوی زندگی اونا نه امریکا و نه اروپا و نه روس باشه، بلکه جوابگوی زندگی اونها خود همون شرکت تاجیکی باید باشه. از خرد خوراک سرکردگی، از لباس سرکردگی، از جای خوش رفت بیا و بلیت داکومنتاش همش ده، نه که از کوچه باید گوسفند وری ملیسا بچینن بروند، بلکه شرکت جوابگو باشه و بردگی آدمش ده. یعنی باید ما اینه خیلی کار کنیم. برای چی دیگر انسان‌ها را قپیدن نمیتونن، سبب اونو شرکت قطعی میان دگوار قطعی یک آدمی او را برس او شرکت در правительство می نویسه که ما را غم دادیستن کار کنی نمانده استن، правительство که او رو وینی بالا میگیرم آدم غم دادگی را ای دیگر طرفش غم میته، بعد میفهمه که او برای چی دلیزید نمیکنه. میدونیم برای چی دیگر رو دلیزید نمیکنن؟ برای انا همی. برای چی ما را بسیار میخپن؟ برای که ما بی صاحبیم، از پشتی ما کدامی در کجای جلب کردن نمیتونم. برای ما تقدیر خودمون در دست خودمون، پاتینکامون در پامون، سومکا در کتفمون اومدگی самостоятельно خزان رابطه یس گفته رابطه گفتیست. انمی است به صاحبی ما. سلامت باشیم. برای نفری و بچه دا که بچه اومد در جا هایدگیرش، بعد هایدش در بتین یکون لایک پایک. خدا نگهبانتون.